گه، گوز و مانی از جمله چندشترین چیزایی هستن که انسان ها میتونن تولید کنن. خب دوستان، فکر کنم که کسی نباشه که بیخبر باشه که مانی به جز شهرت دخترم گیرش نمیاد، و چون علاقه داره که با اولین دختری که دیش شل بشه، احتمال این هم هست که اون دختر زیر سن قانونی باشه. پس مانی، سولاخونتو شیف کن، چون دیگه جز پیرمردا کسی بهت پا نمیده. از جمله کثیف‌ترین کارای دنیا پدوفیل بودنه. این که اصلا دیگه نیاز توضیح نداره، کم درش نیست. ولی چیزی که خیلی بهش دقت نمیکنه اینه که چقدر یه انسان میتونه به درد نخور و حقیر بشه که از شهرتی که با هزار خایمالی به دست آورده بخواد استفاده کنه و رو خودش دوست دختر پیدا کنه. اما چی از این کار بدتره؟ اینکه کنترل اون یه تیکه گوشتی سز پاکن هم نداشته باشی و از اولین دختری که باهاش حتی وارد رابطه نشدی بخوای. ببینید دوستان، حیوانات با اینکه کنترل ندارن رو خودشون مثل مانی، ولی یه ماه خاصی دارن واسه جفت اندازی. مانی اون ماه هم نداره، یعنی اون شاخصه یک زمانی که اون حداقل تو اون زمانی و کنترل ازش خارج بشن هم نداره. ببین اون دیگه چه موجودیه. و مانی جان، به نظر من اگه خواستی باز فعالیت خودتو شروع بکنی و هر پلتفرمی، عقیم کن خودتو، چون اگه بازم از این کارو بکنی دیگه مردم شوخی و جوک برات نمیگن، چوب و آجر میکنن کونت. همین دوستا، خدا نگهدار.